عرض سلام و صبح زیبای شما بخیر. چای صبح ما در کنار حوض قله های شاهفولادی نوشیجان میکنیم. بسیار یک شب سرد اسپری کردیم، بسیار شمال بود و ما اینجا خیمه داشتیم. سر صدای شمال و خیمه ما رو در خواب هم نمون. بالاخره بسیار هوا سرد بود دیگه، ما منتظر شدیم که هوا گرم شود و چای صبح بخوریم دیگه. جای شما خالی بسیار یک جای زیبا است، مخصوصا چای باشه و همی هوا و همی طبیعت دیگه. می چای بخوریم بخیر. باز و طرفتر یک حوض دیگه هم است، باز او حوض هم میریم او را هم بلده شما به نمایش میکشیم دیگه. شما ما را همراه باشید. در سر تپه‌ای که همی حوض کلان ما کامل دیده میتونیم دیگه. از آقای نجفی درباره حوض و همچنان صعود کردن در این کوه بیشتر معلومات میگیریم. آقای نجفی یه حوض چقدر کلانه و چند حوض در می دره است دیگه؟ یکی راه صعود از کجا است؟ بزرگترین حوض همی حوض است که مشهور به نقشه افغانستان است، چون وقتی او زیاده یک طرفش همی او میره از بالا که ببینی رقم نقشه افغانستانه دیگه. بزرگترین حوض شاهفولادی همیه، حدودا یک 10 تا حوض است، خب کوچک کوچکه دیگه در طرف زیاده، ولی بزرگترین و مقبولترینش همیه. مسیر صعود هم که 3 مسیر داره از طرف شاهفولادی، که یک مسیر ژاپنیا میشه، یک مسیر ققنوس میشه و این مسیر هم که به نظرم نامگذاری نشده که کی صعود کرده دیگه. 3 مسیر داره فعلا، همین 3 مسیر بازه. 3 مسیر از این طرف داره، یک مسیر دیگه از کجاه؟ از مسیر از پشت سر از مسیر بیسود هم هست که از اون طرف از هر طرفش میتونی بیایی راحت تر. او مسیرش راحته، باز چقدر راهه؟ مسیری که از کماتی بری طرف بیسود داخل خاک بیسود چه باز بیای شاهفولادی 4 روز در بر میگیره، ولی اینجا 2 روز در بر میگیره. رفت و برگشت اینجا 4 روز در بر میگیره چون پیاده‌رویش زیاده. خود قله شاهفولادی را برای شما نشان میدیم، باش که ما دور بخوریم. این صخره که پشت سر از ما هسته، باش کجا شد که ما گم کردم. امی سیاقاده است دیگه نه؟ این را به نام صخره کاظم پرانک میگه که کسی به اسم کاظم بوده در این صخره بالا شده بوده و از اونجا افتاده نه؟ امی
مردم منطقه همی که بزرگایش که ما سوال کردیم چرا کاظم پرانک میگه قدیم یک چوپان بوده بالای زیبال شده باز افتاده از همینجا مرده بازی کاظم پرانک نام کرده دیگه. بعضی ها سیاه قاده میگه چون سیاه هم هست یک کو. بغیر از زمین کاظم کسی دیگه هم در قله صعود کرده نه؟ تا فعلا دیگه کسی بالا نشده چون این صخره نوردی خیلی خطرناکه و هم که بال شده دیگه آخرش از دنیا رفت. دوستای عزیزی صخره کاظم پرانک اینه پشت سر از ما که میبینین بسیار یک صخره خطرناک است که کسی به اسم کاظم اینجا صعود کرده ولی کسی که صعود کنه در قسمت پایین شدنش فکر نکنم کدام رای داشته باشه چون خیلی چی هم داره سنگریز زیاد داره که بسیار خطرناک است دیگه. یه قسمت خود شافولادی هم بسیار سنگریز داره مخصوصا در این فصل دیگه. انشاءالله در آینده های نزدیک بخیر اگه شد در این قله صعود میکنیم دیگه. کوهنوردی با وجودی که مشکلات خیلی زیادی داره ولی با اون هم خیلی دلچسب است. ما گرچند کوهنوردی زیادی نکردیم خیلی کم کوهنوردی کردیم ولی خیلی علاقه زیاد در کوهنوردی دارم که در دل کوه باشی و هوا سرد باشه و دیگه دوستام که کسایی باشه که همتب باشه باز بسیار کیف میکنه دیگه. ما همطور سر از این تپه برشدیم تا یک چند تصویر زیبا از خود قله شافولادی برای شما بگیریم که از مسیر صعود از سه مسیر از این طرف داره برای شما نشان میدیم و همچنان این حوض زیبا را گفتیم از این سر تپه برای شما به نمایش بکشیم دیگه. بریم و حوض دیگه که در اون طرف است او را هم برای شما به نمایش میکشیم و برنامه از ما که به دو پارت شده بود که در یک پارت نشد که ما را پوشش بدیم دیگه. برنامه دوم خوره در اونجا باز خاتمه میدیم تا و لحظه را ما را همراه باشین. خب دوستای عزیز ما رسیدیم در کنار از حوضچه دیگه از شای فولادی دیگه. همراه آقای نجفی بسیار اینجا هم تو قدم زدیم دیگه. یک زده پیاده گردی کردیم چون امروز ما زیاد پیاده گردی نداشتی چون دیروز آمده بودیم شب هم که استراحت داشتیم خستگی ما رفت شده بود از خاطر امروز همراه آقای نجفی در تپه بلند رفتیم. بعد از آمدیم در کنار از حوض که یه حوض خیلی سطح او پایین آمده و خیلی خرد شده دیگه. از آقای نجفی هم تشکر میکنیم که ما همراهی کردن خیلی زیاد زحمت کشیدن. آقای نجفی اگر کدام پیامی برای هموطنا داشته باشی؟ پیامی خاص ندارم فقط برای اون کسایی که کوهنوردی میکنه یک پیام دارم که همین مسیرهایی که میرین لطفا یک راهنما انتخاب کنین سر خود نروین چون در مسیر را خیلی چیزا هست حیوانات وحشی هست بعضی مسیرها بعضی جا هست که پرتگاه داره در چالش نخورین. تشکر. دقیقا ما دیشب که آمدیم گرچه در اوایل قدر جدی نگرفتیم مسئله شو ماندن در اینجا را ولی وقتی که اینجا آمدیم ما اگه همراه آقای نجفی هماهنگی نمیکردیم ما چون از آب و هوای سرد اینجا خبر نداشتیم دیگه. آقای نجفی برای هر کدام از ما 2 تا لباس خواب آورده بود همو کیسه خواب برای هر کدام ما 2 تا کیسه خواب آورده بود ولی با اون هم هوا سرد بود دیگه. بعد از این انشالله هر کسی که آمد در کوی بابا خیلی لباس گرم بیاره که در مشکل نخوره و همچنان از خاطری که حیوانات درنده ممکن داشته باشه کدام چیزی بیاره همراه خیگان
تا یقی چیزی که در مشکل نخوره دیگه. عزیزان دل تا این دم که با ما همراه بودین تشکر. برنامه ما به اینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی خدا یار و نگهدارتان.